این روزها اسم حامد بهداد دوباره بر سر زبانها افتاده. اونم نه به خاطر بازیگریش، بلکه به خاطر صحبت‌هایی که کرده و حاشیه‌هایی که به وجود آورده. از ترکیدن بغض اون به خاطر باران کوثری گرفته تا صحبت‌هایی که راجع به مهناز افشار کرده بود، دعوای عجیبش با داریوش ارجمند. چند روزه یه گفتگویی که حامد بهداد انجام داده حسابی خبرساز شده. حرفهایی که راجع به باران کوثری و مهناز افشار زده خیلیا رو شگفت زده کرده. حامد بهداد توی این گفتگو از روزهایی گفت که با باران همبازی بودن، از دوستی‌ها، رفاقت‌ها و خاطرات، ولی بیشتر از دلخوری‌ها و اتفاقاتی گفت که باعث شد باران کوثری از سینما دور بشه. این وسط صحبت‌های جنجالیش در مورد سیاست، ممنوع‌الکاری و حتی ضعف خودش توی کمک به دوستش باعث شد واکنش‌های زیادی توی فضای مجازی راه بیفته. حامد بهداد، بازیگری که سالها کنار باران کوثری بازی کرد، توی برنامه خط فرضی گفتگوی پر از بغض و گله و شکایت داشت که حسابی تاثیرگذار بود. همکاری هایی که باران کوثری و حامد بهداد با هم داشتن همیشه خاص بوده. از گیجگاه و جاندار گرفته تا 7 ماهگی، روز سوم، دایر زنگی و کلی فیلم دیگه. ولی این بار توی گفتگویی که حامد بهداد توی برنامه خط فرضی انجام داد، بحث فیلم و نقش نبود، بحث دل و دلخوری بود. اون توی قسمتی از صحبت‌هاش گفت دوست نداشتم مگره بسوزه، دوست داشتم باران باشه، چون باران بازیگر معمولی نبود. رفتار ما با باران اصلاً قانع کننده نیست. اون در ادامه حرفاش گفت حتی مهناز افشار هم بازیگر معمولی نبود. دوست داشتم مهناز افشار هم مهاجرت نکنه و از این مملکت نره، بمونه و کار کنه. وقتی صحبت‌ها به درگیری‌های سیاسی باران کوثری رسید، لحنش جدی‌تر شد و گفت رفتار باران کاملا منطقی بود. اون کسی نبود که تو تب و تاب اتفاقات سیاسی سکوت کنه یا کوتاه بیاد. یه دختر شر و شرور و دغدغه‌مند سیاسی با مادری به اسم رخشان بنی اعتماد. باران پر از شور و شوق بود. چقدر کمک کرد رأی جمع بشه و چقدر فحش کرد، به خاطر همونهایی که الان حتی حالش رو هم نمیپرسن. حامد بهداد تو قسمتی از مصاحبه بغضش ترکید و گفت الان که باران به اینجا رسیده از هر دو طرف باخته. چقدر باهاش حرف زدم، خیلی خواستم کمکش کنم که برگرده، ولی از خودم بدم میاد که نتونستم، چون نه سواد سیاسی اجتماعی دارم، نه آدم با کفایتیم و هر بار که نمیتونم ریاکشن درستی نشون بدم از خودم متنفر میشم. درباره باران کوثری گردنم از مو باریکتر، میتونم بگم که قانع کننده نیست رفتار ما. میتونم بگم که قانع کننده نیست ریاکشن ما. میتونم بگم که نه که من بین بازیگری و حمایت مونده باشم، نه لازم نیست انتخاب کنه آدم. به هر حال حمایت یک بار روانی مثبتی برای طرف مقابل داره دیگه. من ترجیح میدادم و دوست میداشتم که مهناز افشار از این مملکت نره. ولی حامد بهداد این روزا حسابی خبرساز شده، خصوصاً با حرفای رک و تند و تیزش. اون که اخیراً در فیلم پیرپسر ساخته اکتای براهیمی بازی کرده، با دفاع کردن از این فیلم و موضع‌گیری‌های صریحش کلی برای خودش حاشیه درست کرده. یکی از این حواشی مربوط میشه به ادعای جنجالی داریوش ارجمند. اون گفته بود نقش غلان در فیلم پیرپسر رو ابتدا به من پیشنهاد دادن ولی من قبول نکردم. همین حرف اون واکنش تند حامد بهداد رو به دنبال داشت.
حامد بهداد تو صفحه اینستاگرامش نوشت تهیه کننده فیلمنامه رو مستقیم برای ایشون فرستاده بود. وقتی من خبردار شدم از پروژه عذرخواهی کردم. ولی کارگردان پیرپسر تاکید کرد این نقش فقط برای حسن پورشیرازی نوشته شده. به نظر من ایفای نقش غلام باستانی فوق‌العاده سخت و نیازمند توان بدنی زیاد و اخلاق حرفه‌ای و تکنیک بازیگری قویه. و رک بگم هیچ کدوم این ویژگی‌ها رو در داریوش ارجمند نمی‌بینم. به گفته خیلی ها حامد بهداد در پیرپسر یکی از بهترین و قوی‌ترین بازی‌هاشو به نمایش گذاشته. خیلی درست و دقیق به نقشش نزدیک شده و کاری کرده مخاطبان با تمام وجود احساسات و عواطف این شخصیت رو درک کنن. حامد بهداد توی یک مصاحبه علت این نزدیکیش به نقش رو به قدرت فیلمنامه، شخصیت پردازی و همینطور ارتباط مستمرش با اکتای براهیمی کارگردان فیلم میدونه و اعتقاد داره شخصیتی همچون علی پیرپسر محصول کار یک ساله نیست و مدتها با اون بازی کرده. در مورد نقش حامد بهداد در پیرپسر باید گفت که دیگه اینجا خبری از تیپ تکراری و عصبی بازیهاش نیست. یه روشنفکر آروم، صبور، درونگرا، در عین حال تو دل این آرامش یه آتیش نهفته است. خیلی‌ها میگفتن این یکی از بهترین بازی‌های کارنامه کاریشه. باران کوثری هم توی این سالها بیشتر به خاطر مواضع اجتماعی و سیاسیش توی مرکز توجه بوده. خصوصاً بعد از اعتراضات 1401 که صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هاش باعث شد موقتاً از دنیای بازیگری کنار گذاشته بشه. ولی حالا یه خبر تازه پیچیده و گفته شده قرار باران توی مؤسسه کاج کارگاه بازیگری برگزار کنه. یعنی این بار نه جلوی دوربین بلکه پشت صحنه و به عنوان مدرس. این میتونه نشونه یه شروع دوباره باشه یا شاید هم یه جور خداحافظی بی سر و صدا با بازیگری. توی فضای مجازی همه دارن بحث میکنن و یه سریا میگن باران هنوز برنده است چون خودشو نفروخته. بعضیا میگن بعد این همه هزینه و بازی قوی برگشتنش به عنوان یه مدرس باخت بزرگیه. و در آخرم اینو اضافه کنم که این روزها هم باران کوثری و هم حامد بهداد هر کدومشون به یه شکل وسط میدونی پر از حرف و قضاوت وایستادن. یکیشون با سکوت و بازی‌ها و انتخاب‌های تازه و اون یکی با صراحت و رکگویی همیشگیش. حتما شما هم نظراتتون رو برامون توی کامنت ها بنویسید و اگه به این دست ویدیوها علاقه‌مندید لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید.